همیشه با کسی ازدواج میکنیم که قراره برامون هر ناراحتی که در کودکی داشتیم رو یادآوری کنه. پس وقتی کسی رو پیدا میکنیم که باهاش توی رابطه باشیم، در 2 سطح اتفاق میافته. سطح اول اینکه برام جذاب، بامزه است، باهاش بهم خوش میگذره. اما در لایه دوم که عمیق‌تره، جستجو برای عشقی وجود داره که قبلا دریافتش نکردیم. پس در هر رابطه مسئله رشد همراه با همدیگه است. اگه چنین چیزی ممکن باشه، من تصمیم میکنم که وقتی با کسی ازدواج میکنیم همه رویاهامون رو پیدا میکنیم، هم بدترین کابوس هامون رو. و این خیلی عمیقه که همه ما ناخودآگاه به دنبال ناکارآمدی والدینمون هستیم. بله، چون ما عشق رو اونجا میخواستیم.